خب با معرفی جدیدترین قسمت فیلم بتمن که فکر می‌کنم برای سال 2022 یا 23 فکر می‌کنم 2022 بود، بعد از اینکه این بتمن معرفی شد، بتمن دوباره تونست یه پروبالی بگیره و یه جونی بگیره. یعنی بعد از اینکه کریستوفر نولان اومد بتمن رو با خاک یکسان کرد و جوکر رو به عنوان الگوی اصلی جوانان خاورمیانه قرار داد، یعنی شما مثلا اگه یه زمانی میمدید پروفایل بچه‌های توی رنج سنی 14 تا 16 سال رو نگاه می‌کردید، همه جوکر بودن و خب خوشبختانه بعد از اون پیکی بلایندرز اومد و این جایگاه ازش گرفت. ولی خب به هر حال اون اتفاقی که افتاده بود برای بتمن بود بیشتر، یعنی بتمن با خاک یکسان شده بود و دیگه نتونسته بود اون محبوبیت رو به خوبی به دست بیاره. یعنی حتی بعد از اونم اون بتمن خپله که اومد یه مدت نقش بتمن داشت بازی میکرد، همون بازیگر چیز خپله توپل دوست داشتنی، بعد از اینکه اون اومد حس میکنم باز هم نتونست اون جایگاه بتمن رو به جایگاه عالی خودش برسونه. ولی خب این زاویه فکتوری که اومد دوباره محبوب شد و همه تصمیم گرفتن بتمن بشن و کما که همین الان شما هم میتونید توی اینستاگرام ببینید کلیپ هایی که تحت عنوان به من میگن بتمنی هستش. میگن بتمنی دل نمیدم سرسری، بال بزای سرسریم دل میبرم از هر کسی. ولی خب سوالی که پیش میاد اینه که این حجم از محبوبیت از کجا میاد و چرا همه میخوان بتمن بشن و اینکه آیا این سوء استفاده از نام نیکوی بتمن نیست؟ برای همین من برای اینکه به همه این پرسش ها پاسخ بدم، در واقع پاسخم رو با یک پرسش مطرح میکنم. اونم اینه که تا حالا شما من و بتمن رو یک جا دیدین؟ که خب جوابش نمیشه. یعنی در واقع آرایه‌ای که استفاده کردم توی این جمله آرایه استفهام انکاری بود و اگر شما دانش آموز کنکوری هستین به نظرم این آرایه رو به خوبی یاد بگیرید چون میتونه کمک کننده باشه. در واقع استفهام دو نوعه، یکی استفهام تأکیدیه، یکی دیگه‌اش استفهام انکاریه. توی استفهام تأکیدی ما سوالی میپرسیم که جوابش رو میدونیم و خب لزوما قرار نیست جوابش نباشه و این رو برای اینکه تأکید به اون موضوع داشته باشیم مطرح میکنیم. ولی استفهام انکاری همیشه جوابش نه هستش و اینو زمانی میپرسیم که هم خودمون هم طرف مقابل میدونیم که جواب سوالمون نه و برای اینکه اون نه رو با قاطعیت بیشتری بگیم از استفهام انکاری استفاده میکنیم. امیدوارم که کنکورتون بخش ادبیات رو خوب بتونید بزنید. از این چیزا که بگذریم یک سوالی مطرح میشه، اونم اینه که اصلا چرا همه میخوان بتمن باشن و اصلا اوکی حالا بتمن هم هیچی، حالا بتمن میگیم چون مثلا تمش یکم مشکی و جذاب‌تر و اینا، لباساش و اکسسوریاش بامزه تره، احتمالاً برای همین محبوبیت بیشتری داره. ولی کلا چرا ملت میخوان قهرمان بشن و اصلا آیا قهرمان شدن چیز منصفانه ایه؟ من نیان هستم و طبق قول و قراری که توی اپیزود قبلی داشتیم امروز میخوایم در مورد قهرمان اجباری صحبت کنیم. به نظرم قهرمان اجباری از سه منظر قابل بررسیه. یکیش از نظر جامعه شناسی هستش و اینکه چجوری قهرمان‌های اجباری توی جامعه ایجاد میشن. یکی دیگه‌اش از نظر روانشناسیه و اینکه اون فرآیندی که توی ذهن یک شخص اتفاق میفته که باعث میشه که به مکانیزم قهرمان اجباری رو بیاره چیه. یکی دیگه‌اش هم از نظر داستان سرایی یا شخصیت پردازی هستش. به نظرم از اونجایی که خیلی تخصص خیلی زیادی در مورد شخصیت پردازی ندارم، میتونم از این منظر یکم اون چیزی که متوجه شدم و بهتون بگم یا حداقل نظرمو بگم. نظر شخصی شاید یه مقداری لفظ درستری باشه. توی شخصیت پردازی، توی الگوهایی که توی فیلم ها ممکنه ببینیمشون یا توی داستان ها ازشون چیزی بشنویم، اگر بخوایم بگیم چجوری یک قهرمان اجباری رو میتونیم ترسیم بکنیم، اینطوری هستش که احتمالاً زئوس تایپ پایینی داشته در ابتدای روند داستان و به مرور این زئوس تایپ به مثلا حد اعلا رسیده، خیلی زیاد شده زئوس تایپش و از اونور احتمالاً اگر شروعش با هادس تایپ بالا باشه شاید جالب‌تر باشه. کسی که مرگندیش بوده ولی احتمالاً خیلی اعتماد به نفس بالایی نداشته، ولی چون توی یک سری فرآیندهایی و سختی‌هایی قرار گرفته از نظر اجتماعی یا از نظر مثلا خانوادگی، که البته همین اتفاق از نظر اجتماعی هم قابل بررسیه، یعنی از نظر جامعه شناسی اگر بخوایم قهرمان اجباری رو بررسی بکنیم می‌بینیم خیلی وقتا قهرمان‌های اجباری، یعنی در واقع اکثر اوقات قهرمان‌های اجباری به همین شکل ایجاد میشن.
و توی داستان سرایی هم به نظرم اگه همینطوری روندش پیش بره شاید احتمالاً الگوی طبیعی تری داشته باشه. این بررسی قهرمان اجباری از نظر داستان سرایی و شخصیت پردازی بود. از نظر جامعه شناسی هم تقریبا همینه دیگه. یعنی مثلا آدما وقتی توی یک موقعیت سختی قرار میگیرن و احتمالاً اعتماد به نفس اولیه کافی هم برای مقابله با این موقعیت رو نداشتن، تصمیم میگیرن از یه جای به بعد این اعتماد به نفس رو به خودشون تزریق کنن و صرفا هم نمیتونیم بگیم بحث اعتماد به نفس اینجا، یعنی یک نیاز به یک انرژی و نیاز به یک دلخوشی و امیدی دارن، نیاز به یک کورسویی دارن که به سمتش حرکت کنن و این کورسو رو خیلی وقتا به صورت کاذب برای خودشون ایجاد میکنن و ممکنه که زمانی که دارن به این کورسو نزدیک میشن این کورسو خاموش بشه و تاریکی بیشتری رو حس بکنن. برای همینه که ما در واقع از دید روانشناسی میگیم که پرداختن به قهرمان اجباری یا بها دادن به همچین مکانیزمی میتونه در نهایت خطرات خیلی زیادی رو به بار بیاره. و خب قهرمان اجباری هم اگه بخوایم مثلا از نظر روانشناسی بررسیش بکنیم طوری هستش که خیلی آروم آروم تاثیر خودش رو نشون میده. یعنی شاید شما تا 10 سال تأثیری از قهرمان اجباری توی زندگی خودتون نبینید و فکر کنید همه چی داره عالی پیش میره، ولی یهو به خودتون میایید و میبینید که ضعیف شدین. و خب این ضعیف شدنه، این که شما یهو حس میکنید ضعیف شدید و خیلی ضعیف شدین، چیزی که به مرور داشته تاثیر خودشو میذاشه و شما داشتین نادیدش میگرفتین. یعنی اون بعد خودآگاهتون در تلاش بوده که این قسمت ناخودآگاه شما رو نادیده بگیره برای اینکه بتونه به هدفش برسه. پس در واقع این هدفمندی است که میتونه باعث ایجاد قهرمان اجباری باشه. پس به نوعی برای مقابله با این قهرمان اجباری میتونیم بگیم یکی از راهکارهایی که داریم اینه که اهداف منصفانه تری رو انتخاب بکنیم برای خودمون. چون اگر مثلا پتانسیل رسیدن به اون هدف رو نداشته باشیم و بخوایم این پتانسیل رو نادیده بگیریم، مثلا احتمال رسیدن ما به هدفمون مثلا 5% هستش مثلا، ولی ما میگیم که نه، به هر حال این 5% هم درصد خیلی زیادیه و من میتونم برسم. خب آره، ولی این 5% 5%، یعنی تو هیچ وقت نمیتونی بگی این 5% من به اندازه مثلا 50% بقیه میتونه کارساز باشه و در واقع این کاریه که قهرمان اجباری با ذهن ما میکنه. بهمون میگه که اون 5% ما با 50% بقیه با 100% بقیه متفاوته و خیلی زیادتر از اون چیزیه که باید باشه، ولی خب در واقعیت اینطور نیستش. در واقع یادم میاد که وقتی داشتم در مورد همین قهرمان اجباری چند سال پیش مطالعه میکردم که هرچند مطالعه محدودی هم بود، یادم میاد توی کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال که نوشته اروین یالوم هم هستش به این اشاره کرده بود، یعنی توی ساحت مرگ بیشتر از همه به قهرمان اجباری اشاره کرده بود و خیلی جالب اومده بود اینو بررسی کرده بود. یعنی در واقع میگفتش که قهرمان اجباری میتونه نشأت گرفته از ترس از مرگ باشه. یعنی ما برای اینکه شانس زنده موندن خودمون رو بتونیم زیاد در نظر بگیریم یک سری قدرت‌های ماورایی برای خودمون در نظر میگیریم. مثلا میگیم که آقا مثلا اگه یه ماشین به یک نفر بزنه، اگه احتمال مرگش مثلا 70% باشه، برای ما نه، برای ما شاید 20% باشه. یعنی اگه ماشین به من بزنه من نمیمیرم، احتمالاً چند تا چرخ میخورم و زنده میمونم. یا مثلا اگه زلزله بیاد، یعنی حس میکنم یک مثال جالبی هم که توی یک پادکستی در مورد قهرمان اجباری شنیده بودم همین مثال زلزله بود. یعنی اگه زلزله بیاد، اگه بخوایم تصور کنیم که اگه توی یک ساختمون کلا 5 نفر از این زلزله جون سالم به در ببرن، ما به صورت ناخودآگاه دوست داریم که خودمون رو جزو این 5 نفر بدونیم، هرچند که ما شانس خیلی بیشتری نسبت به بقیه نداریم. ما قدرت ماورایی برای مقابله با زلزله نداریم که بگیم ما حتما زنده میمونیم، شاید ما هم بمیریم به همین سادگی. و قهرمان اجباری کاری که میکنه اینه که میاد ما رو در بعد یک انسان خاص قرار میده. ما به خودی خود خاص هستیم، یک سری ویژگی هایی داریم که میتونه ما رو از بقیه انسان ها متمایز بکنه، ولی در اصل همه ما اسیر یک جبر هستیم که این جبرها برای هممون ممکنه یکسان باشه یا شباهت خیلی زیادی با هم داشته باشه. یعنی ما شاید 99.99999 تا مثلا چه میدونم 9 بخوایم در نظر بگیریم احتمالاً شبیه هم باشیم و تفاوت‌های خیلی خاصی با هم نداشته باشیم و فقط همون 1 میلیونیوم درصد مثلا باشه که باعث بشه ما با بقیه متمایز باشیم، حداقل در مقابل مرگ. یعنی چیزی که هیچ تعارفی با ما نداره و خیلی ناملموس و نامحسوس میاد سراغمون و چه بهتر که وقتی سراغمون میاد ما آگاه باشیم و
بتونیم به درستی ازش بترسیم، چون ترس از مرگ یک چیز طبیعیه و اصلا اگه ترس از مرگ وجود نداشت احتمال بقا خیلی کم میشد. یعنی احتمال اینکه ما زنده بمونیم در پرتو اینکه هیچ ترسی از مرگ نداشته باشیم، باز میگم هیچ ترسی، خیلی کم میشد. ولی خب این ترس از مرگ باعث میشه که ما بیشتر به فکر بقای خودمون باشیم و به بقای درستری فکر بکنیم. یعنی اون احساس امنیتی که ما لازم داریم از همین ترس از مرگ میاد و اون احساس امنیت هم ما رو به این سمت هل میده که بتونیم امنیت رو برای خودمون ایجاد بکنیم و یک چارچوب‌های ایمنی رو برای خودمون ایجاد کنیم. بگذاریم. داشتیم در مورد قهرمان اجباری صحبت می‌کردیم. یه قسمت جالب دیگه این کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال این بودش که داشتش به دو مدل مکانیزم و فرایند توی ذهن آقایون و خانم‌ها میپرداخت که یکیش همین قهرمان اجباری بود که میتونست این رو هم ارز با مکانیزم خدا شدن بدونه که توی آقایون بیشتر هستش. باز میگم صرفاً توی آقایون وجود نداره ولی توی آقایون بیشتره. توی خانم‌ها یک مکانیزم دیگه‌ای وجود داشت به اسم خدا ساختن و خیلی جالب داشت اینو بررسی میکرد که در واقع آدم‌ها توی الگوهای زوجیابیشون، توی الگوهای ورودشون به یک رابطه عاطفی عموماً از این الگوها پیروی میکنن، از این در واقع مکانیزم‌ها پیروی میکنن. یعنی آقایون برای اینکه بتونن این مکانیزم خدا شدنشون رو ارضا بکنن وارد یک رابطه عاطفی میشن که خب این چجوری میتونه ارضا بشه؟ با قدرت نمایی به نوعی. و این قدرت نمایی بهشون این حس رو میده که در مقابل مرگ مسئول هستن و مرگ نمیتونه تهدید خاصی براشون وجود داشته باشه. چون شما بای دیفالت بیاین مثلا با خودتون تصور بکنید که آقا مثلا یک نفر انسانیه که از نظر جسمی، صرفا داریم جسمو در نظر میگیریم، یک نفر از نظر جسمی آدم ضعیفه، یک نفر از نظر جسمی آدم قویه. حالا اگه زلزله بیاد کی زنده میمونه؟ خب ما به صورت ناخودآگاه دوست داریم اینجوری در نظر بگیریم اونی که احتمالاً از نظر جسمی قوی‌تر زنده بمونه دیگه. ولی خب هزاران چیز دیگه میتونه دخیل باشه در این که کی در مقابل زلزله بتونه زنده بمونه. این مکانیزم خدا شدنه به نظرم خیلی بیشتر قابل بررسیه. ولی مثلا شما اینو در نظر بگیرید که اصلی ترین ویژگی که یک خدا میتونه داشته باشه همین ویژگی نامیرا بودنشه. یعنی یک موجود خیلی قوی، یک موجودی که قدرت‌های ماورایی داره، احتمالاً نامیراتر از موجوداتیه که ضعیف هستن و قدرت‌های ماورایی و خاصی ندارن. و این مکانیزم خدا شدن اینطوری میاد و روی ذهن یک شخص تاثیر خودش رو میذاره. و این قدرت نمایی هر چقدر که بیشتر بشه بیشتر میتونه این الگو رو توی ذهن طرف ایجاد بکنه که تو یک قهرمان نامیرا هستی و مرگ برای تو تهدیدی نداره. و خب بعد از یعنی در واقع این اتفاق، این فرایند قدرت نمایی برای یک آقا تا یک سنی جوابگوه. از یه جایی به بعد جسم آدم ضعیف میشه و این چیزی که برای همه اتفاق میفته و بهتره که بپذیریمش. مثلا بگیم تا 50 سالگی اگر جسم تو همونجوری قوی هستش و باعث میشه که تو احساس ضعف نکنی، توی 50 سالگی دیگه احتمالا خودت هم اونقدری انرژی و زورشو نداری که بخوای خودت رو قوی نشون بدی و از اونجایی که در واقع ضربه اصلی رو میخوری. یعنی مثلا تو از 20 سالگی یا مثلا از زمان بلوغ عادت کردی که قهرمان اجباری خودت باشی، قهرمان اجباری زندگی و جبر محیطت باشی و این تا یک جایی ادامه پیدا میکنه. یعنی مثلا 1 دهه، 2 دهه، 3 دهه اصلا بگو ادامه پیدا میکنه و بعد از 3 دهه میبینی که داری به مرور ضعیف میشه. حالا باز یه مقدار اون انرژی خودت رو حفظ میکنی و خودتو قوی نشون میدی، ولی دیگه از یه جای بعد تو حتی انرژیشو نداری که خودتو بخوای قوی نشون بدی و دیگه باید بپذیری که اونقدر قوی نیستی و مرگ میتونه به سراغت بیاد و اون موقع یهو به خودت میای. یعنی میبینی یک سالهای خیلی طولانی از عمرت گذشته بوده و تو در توهم این بودی که مرگ به سراغت نمیاد و الان خیلی بیشتر برات ملموس میشه اون ترست از مرگ، اون وحشتی که میتونی از مرگ داشته باشی. چون به نظرم ترس و وحشت هم با هم میتونه معانی متفاوتی داشته باشه. ما یک زمانی از یک چیزی میترسیم و این ترس باعث میشه که به یک سمت درستی حرکت بکنیم، ولی یک زمانی از یک چیز وحشت داریم و اون وحشت به نظرم میتونه آسیبزاتر از ترس باشه.
این مکانیزم خدا شدن توی آقایون بود و اگه بخوایم یه مقداری هم در مورد مکانیزم خدا ساختن توی خانم‌ها صحبت بکنیم، به این شکله که برای اینکه من در مقابل مرگ مصون باشم، برای اینکه مرگ به سراغ من نیاد، من نیاز به یک حامی دارم که از من محافظت بکنه و این حامی اگر خودش قدرت ماورایی داشته باشه، اگر خودش نامیرا باشه، احتمالاً تا ابدیت میتونه از من محافظت بکنه و این حامی میشه خدا و من دارم این رو میسازم، من دارم این رو پیدا میکنم برای اینکه بتونم زندگی نامیرایی داشته باشم و اون وقتی که مکانیزم خدا ساختن توی خانم‌ها شکل میگیره. یه مکانیزم هم داریم، اسم بامزه‌ای داره و خب امیدوارم حمله بر بی‌ادبی نباشه این اسم و من کسی نیستم که این اسمو براش گذاشته باشم. مکانیزم دختر احمق به این شکل هستش که اگه بخوام مثال بزنم چه جوری شکل میگیره، شما در نظر بگیرید یک خانم 60 ساله هست و یک دختر بچه مثلا 10 ساله. میگن یه نفر از این دو نفر قراره که بمیره. شما فکر میکنید کدوم قراره بمیره؟ ناخودآگاهتون بهتون میگه اونی که 60 سالشه احتمال مرگش بیشتره و این اتفاقیه که توی همین روند پیر شدن، توی روند گذر عمر، توی ذهن آدما اتفاق میفته. یعنی انگار ما هر چقدر که بیشتر عمرمون میگذره، انگار داریم بیشتر به مرگ نزدیک میشیم و این نزدیک شدنمون به مرگ تا یه جایی مثلا برامون پذیرفتنی، از یه جایی به بعد میتونه همونجوری وحشتناک باشه برامون و اینجایی که مثلا یک خانوم تصمیم میگیره که به یک مکانیزمی رو بیاره که توی ذهن خودش اینو جا بندازه که من هنوز بچم، من هنوز جوونم و مرگ از من دوره و اینجوری که مثلا بعد از بحران 30 سالگی ممکنه که شاهد رفتارهای بچگانه توی یک خانم بالغ باشیم و این احتمالاً حاکی از اون مکانیزم دختر احمق هستش که تو این فرد بیدار شده. هرچند که به نظرم لزوما قرار نیست که ببینیم هر کسی که ممکنه یک رفتار بچگانه‌ای داشته باشه بخوایم این برچسب رو روش بزنیم که آقا تو مثلا داری از فلان مکانیزم استفاده می‌کنی، تو آدم مثلا ترسویی هستی. چون اینم باید در نظر بگیریم که ترس برای همه ما یک امر طبیعیه. مهم اینه که چجوری با اون ترسمون برخورد میکنیم، چه پاسخی میخوایم به اون ترسمون بدیم. به نظرم یکی از اصلی ترین راهکارهایی که میتونیم داشته باشیم اینه که همونطور که اول اپیزود گفتم هدفمون رو منصفانه انتخاب بکنیم، چون خیلی وقتا توی این فرایند هدفمند بودنمون و توی انتخاب هدفمون هستش که رو میاریم به مکانیزم قهرمان اجباری که یک مثال سادهش همین مثال کنکور هستش. یعنی ما برای اینکه بتونیم توی کنکور موفق باشیم و بتونیم یک رشته‌ای که دلخواه و مطلوب اون هست رو انتخاب بکنیم، میدونیم که باید تلاش خیلی زیادی بکنیم، ولی در عین حال میخوایم برای خودمون قدرت‌هایی در نظر بگیریم که ما رو در مقابل رقیب‌هامون مستثنا بسازه و بگه که ما قدرت‌های ماورایی خیلی بیشتری نسبت به اونا داریم و احتمال موفقیتمون بیشتر از اوناست. پس بهتره اول از همه هدفی رو برای خودمون انتخاب بکنیم که متناسب با پتانسیل‌ها و توانایی‌هامون باشه که اینجوری هم احتمال رسیدنمون به اون هدف بیشتره و همین که میتونیم خودمون رو راحت‌تر به چالش کشیم، چون شناخت داریم نسبت به اون توانایی هامون و هر چقدر هم باز میگم توی شناخت توانایی هامون با خودمون منصف‌تر باشیم، میتونیم احتمال رسیدن به هدفمون رو بیشتر در نظر بگیریم. پس این اول از همه که ما توانایی هامون رو بشناسیم و بعد هدفمون رو درست انتخاب بکنیم و یه چیز دیگه هم که خیلی مهمه اینه که ضعف‌های خودمون رو هم بشناسیم و اینم در نظر بگیریم که ضعف هم میتونه یک مفهوم نسبی داشته باشه. نمیتونیم بگیم که این ویژگی ما یک ویژگی الزاماً بد هستش. یکی دیگه از راهکارهایی هم که به نظرم میتونیم داشته باشیم و شاید کلیشه‌ای به نظر بیاد ولی به نظرم تا حد خیلی زیادی میتونه در مقابله با این مکانیزم درست باشه، اینه که با خودمون مهربون هم باشیم یه مقدار. یعنی خب در نهایت تنها دارایی ما تو این دنیا خودمون هستیم، یعنی زمانی که ما خودمون نباشیم دنیایی هم نیست، هیچ دارایی دیگری هم نیست. پس بهتره که یه مقداری بیشتر قدر خودمون هم بدونیم و از یه حدی بیشتر به خودمون سخت نگیریم، نه اینکه خودمون رو به چالش نکشیم. و اتفاقا به نظر یکی از مهمترین چیزایی هم که میتونه برای مقابله با قهرمان اجباری به کار بره این که خودمون رو به چالش بکشیم. یعنی ما یک سری توانایی‌ها و ظرفیت‌هایی داریم، اگر می‌خوایم هدف سخت‌تری رو انتخاب بکنیم باید این ظرفیت‌ها رو اول روش کار بکنیم، باید بتونیم از اون دایره امن خودمون خارج بشیم. پس خودمون رو میتونیم به چالش بکشیم و از اون دایره امنمون خارج بشیم. به هر حال اینم باید در نظر بگیریم که وقتی ما از دایره امنمون خارج میشیم وارد محیطی شدیم که دیگه برامون ایمن نیست و احتمال آسیب بهمون وجود داره. پس در گام بعدی وقتی خودمون رو به
چالش میکشیم، وقتی از دایره امنمون خارج میشیم، اینو در نظر بگیریم که ممکنه آسیب ببینیم و ما آسیب پذیر هستیم. یعنی همین صرف آسیب پذیر بودنه و دونستن این که ما آسیب پذیر هستیم میتونه خودش یک تضاد 180 درجه‌ای با مکانیزم قهرمان اجباری داشته باشه. چون قهرمان اجباری دائم میخواد به ما بگه که تو آسیب پذیر نیستی و هر گونه آسیبی از تو به دوره. ولی وقتی که ما بیایم برای خودمون اینو در نظر بگیریم که من قدرت ماورایی ندارم و اگر هم بخوام داشته باشم نسبی این قدرت ماورایی من، یعنی من نسبت به الان خودم اگر میخوام قدرت بیشتر و ماورایی تری داشته باشم باید متناسب با پتانسیل های الان خودم این قدرت ها رو کسب بکنم. یعنی من قرار نیست یهو بال در بیارم ولی میتونم مثلا ماهیچه‌های قوی‌تری داشته باشم، چون من بال ندارم بای دیفالت به صورت پیش‌فرض و به صورت تنظیمات کارخونه من بال ندارم، ولی ماهیچه‌های مثلا دست و پام هنوز هستن، میتونم باهاشون یه کاری بکنم، میتونم تقویتشون بکنم. پس قدرت‌های ما در آینده متناسب با قدرت‌هامون در حال حاضر تعیین میشه و باید قدر زمان حال رو هم بدونیم. داشتم خروج از دایره امن رو میگفتم. این موضوع یکم نصف نیمه موند که وقتی که از دایره امنمون خارج میشیم ممکنه آسیب ببینیم و حالا اگر آسیب دیدیم باید چی کار بکنیم؟ خیلی ساده است. وقتی که آسیب دیدیم باید بپذیریم. حالا این فرایند پذیرفتنه یه مقداری کار عجیبی هستش و به نظرم اگرم بخوام در موردش به صورت کامل صحبت بکنم، هرچند که به نظرم نمیتونیم هیچ وقت در مورد همچین چیزایی به صورت کامل صحبت کنیم، چون مفاهیم انتزاعی هم نسبی هستن و هم جا داره همیشه به صورت طولانی در موردشون صحبت کرد. پس اگه بخوایم یه مقداری مفصل‌تر در مورد فرایند پذیرش آسیب صحبت بکنیم، به نظرم میتونیم بذاریمش برای اپیزود بعدی. پس اینم قول ما توی این اپیزود برای اپیزود بعدی که ما قراره در مورد فرایند پذیرش و عبور کردن از اتفاقات صحبت بکنیم. و اگه بخوایم هم حرفمون رو در حال حاضر نصف نذاریم، بخوایم بگیم که اگر آسیب دیدیم چجوری بتونیم سریع بپذیریم، اینه که در نظر بگیریم ما هنوز زنده هستیم. یعنی به همین سادگی ما هنوز زنده هستیم، هنوز جای آسیب‌های بیشتری وجود داره و هنوز هم جای پیشرفت‌های خیلی بیشتری وجود داره و برای رسیدن به مسیر تکامل باید از این آسیب‌ها عبور کنیم. هیچ بچه‌ای بدون اینکه زمین بخوره راه رفتن رو یاد نمیگیره و بهتره بپذیره که زمین خوردن بخشی از یاد گرفتن راه رفتن هستش. ما خیلی وقت باید اینو بپذیریم که اگر آسیب دیدیم شکست نخوردیم. یعنی همین شکست خوردن هم خیلی قابل صحبت کردن هستش و میتونیم بهش بپردازیم. شکست چه تعریفی داره؟ چون ما مثلا بارها میشنویم که مثلا مسیر رسیدن به موفقیت شکست‌های زیادی داره و اینکه آیا شکست یک مفهوم مطلق یا نسبیه و اصلا این مطلق و نسبی بودن یعنی چی؟ یعنی کلا کلی حرف داریم برای گفتن، ولی به نظرم شکست یک مفهوم نسبیه، یعنی بستگی به اون دیدگاه ما داره و البته همیشه هم اینطور نیستش. یعنی گاهی وقتا شکست میتونه یک مفهوم نسبی داشته باشه، گاهی وقتا میتونه مفهوم مطلق داشته باشه. بستگی به این داره که توی چه چارچوبی داریم معنا می‌کنیمش. در مورد شکست اگه بخوایم یه مقداری بیشتر صحبت بکنیم، اصلی ترین چیزی که باعث میشه نتونیم به راحتی بپذیریمش، یعنی کلی دلایل مختلف میتونه داشته باشه. اگر مثلا توی اون فرایند شکست خوردنمون اتفاقاتی افتاده باشه که مطلوبمون هم بوده باشه، ممکنه بخوایم دائم اون شکست رو برای خودمون یادآوری بکنیم و علت این یادآوری کردنه اینه که تنها پل ارتباطی ما با اون خاطرات خوب، با اون اتفاقات خوب این شکسته بوده. یعنی ما دائم شکست هامون رو بعضی وقتا یادآوری میکنیم، نه برای اینکه ازش عبرتی بگیریم، برای اینکه اون لحظه ای که داشتیم شکست میخوردیم چند لحظه قبلش احتمالاً داشتیم لذت میبریم و همه چی خیلی زیبا بوده و برای اینکه اون زیبایی ها رو برای خودمون یادآوری بکنیم این شکست ها رو هم یادآوری میکنیم. مثل خیلی اتفاق رایجی که آدم ها بعد از اینکه یک شکست عشقی میخورن، بعد از اینکه از یک رابطه عاطفی یا حتی رابطه دوستانه خارج میشن، مثلا میگم یک مثال خیلی ساده است، عکس های مشترکشون رو پاک نمیکنن و تا مدت ها بعدش این عکس ها رو هی مرور میکنن. در واقع این شکست، مرور این شکست باعث میشه که آدما به خودشون اون لحظات شاد رو هم یادآوری بکنن و باید این رو هم پس بپذیریم
که در آینده ممکنه که اتفاقات مطلوب خیلی بیشتری هم برای ما بیفته، در صورتی که بخوایم از این شکست عبور کنیم، درسمون رو ازش بگیریم، قسمت‌های خوب رو هم پیش خودمون نگه داریم ولی قسمت‌های بد رو یادآوری نکنیم. یادم میاد یکی از استاد ما یه حرف خیلی قشنگی زد، استاد ستاری بود که ایشون متخصص روانپزشکی هستن. میگفتش که خیلی حواستون به خاطراتی که میسازید باشه، چون هیچ خاطری از مغز آدم حذف نمیشه، حتی اگه فراموش بشه حذف نمیشه و این شکست ها هم به همین شکله. ممکنه که یک شکستی بخوریم و دلمون بخواد فراموشش کنیم ولی در نهایت حتی اگر فراموشش هم بکنیم تاثیر خودشو میذاره. پس چه بهتر که آگاه باشیم به اون تأثیری که داره روی ما میذاره، چون اینجوری میتونیم تا حدی در حد خودمون بهش جهت بدیم. خب حس میکنم که توضیحاتمون در مورد قهرمان اجباری در حال حاضر کفایت میکنه و اما قول و قرارهایی که میتونیم برای اپیزودهای بعدی داشته باشیم. به نظرم میتونیم در مورد تفاوت لمس و تجربه یک اتفاق با هم صحبت کنیم و اینکه چجوری میتونیم از اتفاقات نامطلوب عبور کنیم، حالا چه مطلوب چه نامطلوب. و اصلا اینکه آیا مطلوب یا نامطلوب بودن به معنای خوب یا بد بودنه، یعنی حتما و همیشه مطلوب هم عرض با خوبه و نامطلوب حتما میتونه هم عرض با بد باشه یا نه، و اصلا آیا خوب و بد معنا داره یا نه. قرار بود در مورد مکانیزم دختر احمق هم تا حدی صحبت کنیم. فکر میکنم خیلی نیازی به صحبت نداشته باشه ولی اگر جا داشت میتونیم صحبت کنیم. این پایانی بود بر قهرمان اجباری و تشکر ویژه دارم از همتون که هستید در گام اول، چون هست بودن خیلی چیز مهمیه و از هر چیزی مهمتره به نظرم. پس تشکر میکنم از اینکه هستید و در گام دوم اینکه ما رو همراهی میکنید. این پایانی بود بر این اپیزود و تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.